ببین چند وقت پیش بودش که شروع کردم به خوندن این کتابخانه نیمه شب اثر متی، و یه پارتی تو این کتاب داشت که شاید بگم ذهنیت منو به طور کامل راجع به فرصت‌ها و راجع به آینده کلاً تغییر داد، و امروز میخوام راجعش با تو صحبت کنم که راجع به فرصت‌های از دست رفته، راجع به آینده‌ات و اتفاقاتی که میتونی تغییرش بدی، تصمیمایی که میتونی همین لحظه بگیری. ببین حقیقتش اصلا مهم نیستش که تو چه سن و سالی هستی، چون این صحبت‌ها واقعا خیلی صحبت مهمی هستش و مطمئنم میتونه خیلی به دردت بخوره. یه قسمتی از این کتاب بود که شخصیتی به اسم نورا، یه دختر 30 خورده ساله بود که قبل از اینکه به این داستان برسیم میخوام یه مثالی برات بزنم و شاید ترسناک باشه یا شاید هم دردناک باشه، ولی بالاخره یه حقیقتیه که بالاخره همه ما انسان ها سرنوشتمون و فصل آخر زندگیمون قرار دوچارش بشه. یه مرد 80 ساله‌ای رو در نظر بگیریم که این آقا شب قبلش بعد یه اتفاقی به بیمارستان میره و توی اون بیمارستان روی تخت دراز کشیده و یه لحظه میخوام اینو تصور کنی، چشماتو ببندی و اینو تصور کنی و با خودش فکر میکنه که من اگه برمیگشتم به نقطه 20 سالگیم چه کارایی بودش که باید انجام میدادم، اون فرصت‌هایی که از دست دادم و چه کاری باید انجام میدادم که بخوام اون فرصت‌ها رو تبدیل به یه زندگی بهتر بکنم. و ازت میخوام اینو با خودت تجسم کنی و یه لحظه با خود بسنجی و تو هر سن و سالی هستی یه لحظه با خود فکر کنی که آره تو اون نقطه‌ای هستی که مثلا 80 سالته و با خودت فکر میکردی که اگه برمیگشتم به چند دهه قبل به مثلا نقطه 20 سالگی چه کاری بودش که انجام میدادم. میخوام ببینم که آیا با خودت فکر میکنی که اصلا نظر بقیه راجع به اون کاری که میخوای انجام بدی مهمه، یا اون لحظه‌ای که منتظر اون پرفکشنه یا اون امکاناتی که باید داشته باشی تا واسه اون کار واسه اون هدف اقدامی انجام بدی مهمه، یا فقط شروع میکردی بدون اینکه نظر بقیه برات مهم باشه، بدون اینکه امکاناتی که باید داشته باشی و که تو ذهنت داشته باشی ادامه بدی برای اون کار اقدام کنی مهمه. و ازت میخوام که چشاتو باز کنی و یه لحظه به زندگی خودت نگاه کنی، به زندگی که توش هستی، تو شرایطی که داری، تو فرصت‌هایی که داری. و این کتاب همون چیزی رو میخواد به تو بگه که نباید با خودت فکر کنی که چه فرصت‌هایی که 3-4 سال پیش از دست دادی اگه درستشون میکردی، اگه اون فرصت‌ها از دست نمیدادی الان که چه زندگی قرار داشتی. این کتاب نمیخواد اینو بگه. این کتاب میخواد بگه که با توجه به اون فرصت‌هایی که از دست دادی دیگه باید فراموششون کنی، چون یه آینده‌ای جلوی توه و تو بر اساس تصمیمایی که میگیری، بر اساس فرصتایی که تو این لحظه استفاده میکنی، میتونی اون آینده‌ای که میخوای بسازی. بذار اصلا یه ساده ترش برات بکنم. ما اینجا یه آقای ایکس و ایگری داریم که هر دوتاشون 20 سالشونه. آقای ایکس که 20 سالشه با خودش میگه که من اگه 5 سال پیش این کارو شروع میکردم الان شرایط زندگی کاملا فرق میکرد. و حالا اون کار میخواد هر کاری باشه، میخواد ما یه برند، یه بیزینسی در نظر بگیریم، ساخت یه برند، یه بیزینسی. و اون آقای ایگری همون روز این کارا رو شروع میکنه، همون روز بدون اینکه فکر کنه چه شرایطی داره، چه امکاناتی داره، یا اصلا براش مهمه نظر بقیه راجع به چی فکر میکنن راجع به این کار، بدون اینکه به اینا فکر کنه اون کارا رو شروع میکنه. و 5 سال بعد که هر دوتاشون 25 ساله شدن، اونی که 5 سال قبل تو همون روز شروع کرد، همین آقای ایگری، الان 5 سال کلی تجربه داره، کلی افتخارات داره، کلی زندگیش به یه طور کامل عوض شده، به یه موفقیت رسیده. ولی اون آقای ایکس هنوزم
داره دنبال اون اگرها میگرده، هنوزم منتظر یه شرایط مناسبه، هنوزم با خودش فکر میکنه که بقیه راجبش چی فکر میکنن و ذهنش مدام میره سمت اون ساید منفیه. چون که ما بر اساس اجدادمون، نسل‌های قبلمون برگردیم به 4000 سال پیش، احتمالا این داستان رو همه جا شنیدید که اون انسان‌های اولی که تو غار زندگی میکنن کلاً مغز ما اینجوری از اون موقع شکل گرفته. اون انسان‌های اولیه که تو غار زندگی میکنن برای اینکه بخوام بیان از غار بیرون به این فکر میکنن که بیرون یه شکارچی هست که ممکنه برای جون ما خطر داشته باشه، یه شیری، یه هیولایی هستش که میتونه به ما آسیب برسونه و ما رو از صفحه روزگار پاک کنه و ذهن ما از اون موقع طوری طراحی شده که برای بقا میره سمت اون بار منفیه و تا الان، تا همین امروز، ما اگه بخوایم واسه یه کاری اقدام کنیم، اون فرصت رو به دست بیاری، یا به عنوان مثلا توی یه مهمونی هستی، کلی آدمای بزرگ هستن، یا اصلا مثلا یه جوری برات ساده ترش کنن. مثلا خودم برات مثال بزنم، من الان این کانال یوتیوب رو انداختم، درست کردم و برام مهم نبودش که بقیه راجع من چی فکر میکنن. اون توی که داری مثلا پشت دوربین منو تماشا میکنی، راجع به من چی فکر میکنی، امکانات من در چه حده. من فقط شروع کردم، با همون امکاناتی که داشتم شروع کردم و صرفا فقط نشستم جلوی دوربین چند تا منبع، چند تا ویدیو یوتیوبرای خودمون رو تماشا کنم و بیام راجعش باهاتون صحبت کنم، هیچ اطلاعاتی نداشته باشم، فقط واسه اینکه چند تا ویو بگیرم باهات صحبت کنم. واقعا من اصلا برام مهم نبودش که من فقط تنها چیزی که واسه مهم بودش که این کار رو شروع کنم، این فرصت رو به دست بیارم و شروع کنم. و این دقیقا همون چیزی که من میخوام بهت بگم. تو یه لحظه با خودت فکر کن، با خودت تصور کن که توی مهمونی قرار داری، توی مهمونی هستی و اون مهمونی میتونه فرصت خیلی خوبی واسه برند تو، واسه بیزینس تو باشه و با یه سری آدما میخوای بری صحبت کنی، خودتو بهشون معرفی کنی و بتونی باشون اون روابط رو برقرار کنی و شاید به برندت، به بیزینست خیلی میتونه کمک کنه، مثل تبلیغاتی انجام بدی. اما ذهنت میگه نه، ببین من فکر میکنم اگه برن صحبت کنم توپق بزنم، من فکر میکنم اگه برن صحبت کنم هیچ اطلاعاتی نداشته باشم، نتونم باش خوب صحبت کنم، خوب باش ارتباط برقرار کنم. و این دقیقاً همون چیزیه که ذهن ما به ما اجازه نمیده که از اون فرصت استفاده کنیم. اون بعد با خودمون میگیم که مشکل اعتماد به نفس پایینمونه یا عزت نفسمون پایینه و این دقیقاً همون چیزی که اون فرصت رو ما از دست میدیم. چون شاید تو دیگه اون مهمونیه رو نتونی شرکت کنی، شاید با اون آدما نتونی ارتباط برقرار کنی، اون آدما رو نتونی ببینی، ولی یه جا بیای با خود بگی که اب نداره، من امتحانش میکنم، مهم نیست، اگرم شکست بخورم اشکال نداره، من حداقل تونستم با یه سری از آدما روابطم رو برقرار کنم، تونستم صحبت کنم، من از پسش میتونم بر بیام، من توانایی اینو دارم که بخوام یه مکالمه خیلی روون، یه مکالمه خیلی کاری با اون آدمه برقرار کنم. و این دقیقا همون چیزی میشه که ما میتونیم یا فرصت رو از دست بدیم یا اون فرصت رو به نفع خودمون استفاده کنیم و این دقیقا همون چیزی که تو این کتاب به ما یاد میده. و یکی از مهمترین درسایی که این کتاب به ما میده اینه که این فرصت رو بخوای به خودت بدی که برای یه کاری اقدام بکنی، چون آینده تو بر اساس تصمیمایی که تو اون لحظه میگیری اتفاق میفته. و ببین شاید با خودت خیلی وقتا فکر کنی که مشکل از توانایی منه که من نمیتونم موفق بشم، یا مشکل از اراده‌مه، یا شرایطی که توش هستم و مدام خودت سرزنش میکنی، خودت هی ناامید میکنی، خودتو دست کم میگیری و اینجوری ذهن تو مدام با این شرایط کنار میاد و هر دفعه که تو میخوای واسه یه کاری، واسه یه فرصت خوبی اقدام کنی، ذهن تو میگه نه، ببین بشین عقب، ببین تو نمیتونی از پسش بر بیای، تو نمیتونی
اون کاری که باید انجام بدی رو انجام بدی، تو نمیتونی با این آدما ارتباطات برقرار کنی و اینجوری میشه که تو خودت دست کم میگیری. ولی ببین هر کسی میتونه اشتباه کنه تو اون فرصتی که داره، هر کسی تو زندگیش میتونه اشتباه کنه و میتونه از اون اشتباه درس بگیره. این صرفا فقط به خاطر این نیستش که تو بخوای کامل باشی، تو بخوای همه رو تحت تاثیر قرار بدی و بخوای با خودت فکر کنی که من اگه این فرصت رو از دست دادم یا زندگی من دیگه تموم شده، من دیگه نمیتونم موفق بشم، دیگه نمیتونم یه آینده بهتر واسه خودم بسازم. و این دقیقاً همون سرنخی تو از این ساید منفیه به دست میاری. ولی تو میتونی برخلافش عمل کنی. چرا؟ چون که تو اون توانایی رو داری که بخوای ذهنت رو کنترل کنی، بخوای بگی آقا من میتونم، من امروز میتونم یه تصمیم درست بگیرم و تو میتونی دوباره این تغییرات کوچیکی رو وارد زندگیت کنی. چون شاید فرصت خوب شاید یه بار در خونه آدم رو بزنه، ولی تو میتونی از موقعیتات فرصتهای بهتری رو بسازی که بتونی از اون فرصتها استفاده کنی و یه آینده خوبی رو واسه خودت بسازی. و این دقیقاً همون چیزی که کتاب بهش اشاره میکنه که بتونی از فرصتات بهترین استفاده رو ببری. چون خیلی رک بخوام بگم همه ما قراره یه پایانی داشته باشیم تو این فصل آخر زندگیمون. حالا اون پایان معلوم نیست واسه ما کی اتفاق بیفته، اما وقتی که اون روزش فرا برسه تو باید ببینی با خودت بخوای دوباره فکر کنی که اگه من به اون نسخه مثلا 20 سالگیم 30 سالگیم یا چه میدونم 17 سالگیم بودم فلان کارو میکردم، مثلا برام مهم نبودش که بقیه راجع به من چی فکر میکنن، بقیه نظرشون درباره من چیه، برمیگشتم دوباره همون کارا رو میکنم. و این دیگه با خودته که چه انتخابی میکنی، که الان بازم به همون نظریه بقیه گوش میکنی یا فرصتاتو از دست میدی یا به نظر بقیه فکر کنی. این زندگیتی که داره حروم میشه و واقعا واسه هیچ کس هم مهم نیست که تو در آخر چه داستانی بخوای داشته باشی. این خودتی که اذیت میشی. این آینده تو بر اساس تصمیمات و کارهایی که همین امروز شروع میکنی و این دقیقاً همون چیزی که کتاب بهش اشاره میکنه. اگه میخوای شنا رو شروع کنی برات مهم نباشه که بقیه راجع به چی فکر میکنن، برات مهم نباشه که تو اصلا میتونی کامل باشی. نه، ببین هیچ کس تو هیچ کاری که شروع کرده کامل نبوده. یعنی هیچ کس از بهترینای دنیا بگی در طول تاریخ تا همین امروز هیچ کس واسه شروع یک کار کامل نبوده. یعنی هیچ کس همون اول اون پرفکشن رو نداشته، اون اطلاعات رو نداشته. ولی این توی ذهن ما کنجکاوی ایجاد میکنه که ما بخوایم ادامه شروع کنیم، که ما بخوایم راجعش تحقیق کنیم، یاد بگیریم. و مسیر همین یادگیریه، همینی که بخوای شروع کنیم. چون آینده تو بر اساس تصمیمات و فرصتایی که امروز ازشون استفاده میکنی. مثلا من اگه بخوام یه کمکی بهت بکنم و یه توصیه‌ای بهت بکنم، این که عزیزم هر کاری که تو ذهنت داری به نظرم کافیه شروع کنی. همین الان، همین لحظه به نظرم واسه اون هدفت اقدام کن. چون 5 سال دیگه اون وقت به اون نسخه ایدئالی که از خودت بخوای رسیدی و به خودت افتخار میکنی و با خودت میشینی میگی ایول من تونستم به اون جایی که میخوام برسم. و توانایی اینو داری که بخوای به اون زندگی که میخوای برسی.